لس آنجلس و یا شهر فرشتگان تبدیل به شهر آتش و یا جهنم شد. بزرگترین آتش سوزی در تاریخ معاصر ایالات متحده آمریکا بخصوص در ایالات کالیفرنیا اتفاق افتاد. صبح روز سه‌شنبه سنه 7 ژانویه سال 2025 شعله‌های آتش در یکی از محله‌های لس آنجلس شروع شد و با سرعت گسترش یافت و همزمان در 6 منطقه مختلف لس آنجلس آتش شعله‌ور شد. تا حال بیش از 15 نفر به هلاکت رسیده، 10 نفر دیگر مجروح شدند. تا به امروز 10,000 خانه، مرکزهای فرهنگی و معماری، باغچه‌های کودکانه، دکان و بازار، مرکزهای سودا، مکانهای فرهنگی و آموزشی، خانه و ویلاهای استارگان هالیوود، باغهای فرهنگی و فراغتی و بیش از آن به کام آتش رفت. بیش از 200,000 نفر مجبور به ترک خانه و مکانهای زیستی خود شدند. حکومت آمریکا و نهادهای رسمی این کشور خسارات مالی این حادثه و آفت طبیعی را به 150 میلیارد دلار برآورد می‌دانند. تا به حال علت دقیق این سوختارهای شدید مشخص نشده. کارشناسان و تحلیلگران مکانهای خشکیده و وزش باد و شمالهای اقیانوسی را یکی از عاملهای اصلی اوج گرفتن چنین سوختارهای شدید در ایالات کالیفرنیا معنیداد می‌کنند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اینترنت در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه آتش سوزی و سوختارهای شدید لس آنجلس را با ویرانه‌های آتش جنگ غزه مقایسه می‌کنند و می‌گویند عامل اصلی ویرانی به خانمان شدن و با قتل بیرحمانه و نسل کشی روبرو شدن ساکنان غزه فلسطین با سلاح و ترکش بمب ها ارتباط داشته باشد. سوختارهای شدید در آمریکا با عامل‌های طبیعی سخت ارتباط دارد.